الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. برخی افراد ممکنه گناه بکنن، پرده از روی اونها برداشته بشه به هر نحوی، مردم گناه اونها رو ببینن. برخی از افراد ممکنه گناهکارم باشن، همه ما دلمون خوش نباشه که دیگران اگر پرده برداشته شد حتما اونا گناهکارن، ما گناهکار نیستیم. خود انسان بهتر میدونه و حتی گناهایی هست که ما فراموش کردیم، اگه خدا پرده برداره آبرومون میره. انسان فریب نخوره که اگر یه وقتی نام طرف به بدی رفت، گناهی رو انجام داد، اونم بعد توبه کرده، اصرار بر گناه نداره، بعد از اون بیایم عیب و ایراد ازش بگیریم، بعد از اینکه راه اصلاح رو در پیش گرفته. راه اصلاح چیه؟ ما از باطنش خبر نداریم، مسئولیت هم نداریم که دنبال باطن مردم باشیم، ولی ظاهر توبه کرده، اهل عبادت، اهل نماز، رفتارش درست شده، ما حق نداریم عیب و ایراد ازش بگیریم به خاطر گناههای سابق که طرف به ظاهر لسان حالش نشون میده که توبه کرده. اینه که این خیلی خطرناکه که انسان یه وقتی طرف گناه کرده، گناهکار شده، پرده اسرارش برداشته شده، همه یا اکثریت مردم دونستن که این گناه کرده. ممکنه همون گناه یا گناه دیگه من و شما داشته باشیم، اما خداوند به نحوی سترمون کرده. نبایستی این ستر خدا ما رو مغرور بکند که گناهمون رو فراموش بکنیم، گناه دیگران رو ببینیم. این باعث کبر و خودبینی و عجب می شود که از اون طرف گناهی که طرف توبه کرده ازش ما رهاش نکنیم و گناهی که ما کردیم توبه هم نکردیم فراموشش هم کرده باشیم، اما خدای نکرده روز قیامت پرده برداشته بشه و آبرومون بره. ممکن همون بنده خدایی که آبروش رفته و گناه کرده، مردم ملامتش کردن، اینقدر در خلوتها گریه میکند، توبه و آه و ناله و سوز دارد، پشیمون است، حسرت میخورد، شرمنده است در درگاه خدا که من و تو گناه کردیم، چون فراموش شده، چون از یادش بردیم، نه ناراحتیم، نه توبه کردیم، نه شرمنده ایم. کدوم بهتره؟ اونی که آبروش رفته ولی بعد از آبروریزی این همه گریه، این همه التماس، یا منی که گناه کردم فراموشش کردم توبه هم نکردم پشیمون نیستم؟ کدوم بهتره؟ اون بهتره از من. ولی متاسفانه ما خودمون رو بهتر میبینیم. این خیلی خطرناکه در باب گناه و اگر انسان این گونه عمل بکنه چنان خداوند با وی تعامل میکند که اون بنده خدا راه استقامت رو در پیش میگیره، آبروی تو میبرد. پس بایستی دقت بکنیم. کسی که گناه کرده بالاخص توبه کرده حق نداریم، حالا حتی اونی که توبه نکرده ما حق نداریم افشا بکنیم. ولی اگر اصرار می‌ورزد اون یه چیز دیگه است. اصرار می‌ورزه، پرده رو برداشته، دیگه براش سری نمونده، دیگه براش حرمتی نمونده، چون خودش برای خودش حرمتی قائل نیست. اما اگر توبه کرده به هیچ عنوان حق نداریم و این تناقض بالالقاب هست که بیایم زنده بکنیم گناه‌های گذشته.